درود بچه. توی جوشکاری برای یخچال ها چندین مدل جوشکاری داریم که توی دوره براتون گذاشتم. آلومینیوم به آلومینیوم، آلومینیوم به مس و انواع مختلف که حالا معمولا آلومینیوم به مس رو میتونید شما از جوینت استفاده کنید یا اینکه خودتون جوش بدین. و یه چیزی که زیاد پیش میاد این مسه که میخوایم به در واقع اون لوله‌های کمپرسور جوش بدین یا به کندانسور جوش بدین. فولادیه یا فلزیه، در واقع فلزی که همشون فلزن. این فولادی ماست که یه مقدار آلیاژ داره. فولادی ماست به مس میخوایم جوش بدیم. اینو میتونیم در واقع مس به این لوله های فولادی رو میتونیم دو جور جوش بدیم بچه‌ها. هم میتونیم با جوش نقره انجام بدیم، یعنی کاپر یا اون سیم نقره باشه با تنه‌کار نقره استفاده کنیم. هم میتونیم از جوش برنج استفاده کنیم. برنج یه مقدار اگه بتونین جوش بدین که میتونین، چیز سختی هم نیست، استحکامش بچه‌ها بیشتر خواهد بود اگه با از سیم جوش برنج ما استفاده کنیم تا آلومینیوم. هر دوش هم امکان پذیره. حالا براتون این بچه‌ها اینو جوش بدم، یه دقتی بکن. چیزی خب جوش برنج رو به نام زرد جوش هم میتونیم به اصطلاحشو به کار میبرن. بعضی موقع هم بچه‌ها نگاه کنی الان خب اینجا یه دونه مس به در واقع همین لوله های فولادی رو من جوش دادم. این طرفش هم اومدم یه مقدار زرد جوش زدم، یعنی همین جوش برنج زدم. آماده است که رو اینو به هر چی که بخوام جوش بدم، حالا بخواد به مس باشه، برنج که معمولا نیست، ولی حالا من حالا میگم اگه برنج هر چی که بخوام جوش بدم که لوله‌های مسی احتمالاً آماده است. این روشو میتونم هم خود برنج رو بزنم، هم میتونم چیکار کنم نقره رو بزنم. ببینید من یه مقدار این با این زرد جوش چیکار کردم، روی این رفتم همین با تنه کار یه مقدار رفتم و آماده است برای جوش دادن. حالا این که اصلا آماده هم نیست، این یکی که میخوام جوش بدم. دقت کنیم بچه‌ها، من سرپکم رو روشن کنم. این سرپکم بچه‌ها، این تنه کارم. خب بچه‌ها نگاه کنید، من سرپکم رو نگه می‌دارم. اولا اگر میتونم نزدیک بیارم مشکلی نداره، فقط اگر زیاد اینجا نگه دارم روی این لوله فولادیم، به خاطر که انتشار در واقع گرمای تو این کمتره، همینجا شروع میکنه سرخ شدن. که من چیکار میکنم برای که اون اتفاق نیفته؟ بذارید من تنه‌کارمو بزنم، تنه‌کار برنجمو یه ذره حرارت بدم.